الو. الو. درود بر شما جناب آقای بفرویی عزیز از یا آقای آریا بینا از داخل زندانی در کشور انگلستان. در خدمت شما هستیم آقای علی بفرویی، بفرمایید. درود بر شما. من متاسفانه دیشب نتونستم ادامه بدم به خاطر که در حال تلفن‌های ما زیاد تحت کنترل شدیده و میخواستم اول تا فراموش نکردم اینجا یا وقت هست از جناب داور عزیز سرپرست تلویزیون رنگارنگ که واقعا همیشه در کنار مبارزین در داخل ایران و خارج از کشور بوده، به خصوص کمک به خانواده‌های زندانیان سیاسی و من همیشه شاهد بودم که او شبانه روز وقت خود را در راه آزادی و حمایت از مبارزات مردم ایران گذاشته و درود به مردانگی و شرف او که با حملات پی در پی لاویان رژیم هرگز دست از مبارزه بر نداشته و امیدواریم که در کنار هم همه مبارزان راه آزادی ایران به زودی سرود آزادی را در میدان آزادی تهران بخوانیم. زنده باد آزادی، زنده باد آزادی. زنده باشید آقای آریا بینا علی بفرویی. البته من یه چیزی رو خدمت شما عرض کنم، من خودم یعنی در ایران توسط دادگاه انقلاب 2 دفعه در زندان بودم و تقریبا میتونم حدس بزنم که شما چه شرایطی رو از نظر روحی و فکری دارید. به هر حال اگه زندان بهشت هم باشه اون در و دیوارش، اون فضاش بعد از یه مدت آدم رو اذیت میکنه و مغز رو میبنده. بنابراین آقای آریا بینا بفرویی، من اگر بعضی وقتا جهت یادآوری توی صحبت‌های شما میام معذرت میخوام، چون خودم این تجربه رو در ایران داشتم و میدونم که شما بعد از آزادی حتما به امید خدا احتیاج به 1 ماه استراحت مطلق در کنار یاران و خانواده عزیزتون دارین تا به شرایط عادی مثل سابق ابراق در کنار بقیه عزیزان برای آزادی ملت ایران در خدمت ملت ایران باشه. تشکر از شما. بعد از طرف دیگر از بچه ها باید من تشکر کنم از آقای جناب دکتر سیاوش اوستا که همیشه در حمایت مبارزان را آزادی بوده و از مسئولین تلویزیون پارس که همیشه همینطور در حال صدای آزادی خواهان را به داخل ایران رسونده و در حمایت زندانیان سیاسی و مبارزان راه آزادی بوده. خیلی آقای بفرویی عزیز، پیام منو به همه این دوستان برسونید. ببینید عزیزان زیادی هستن، من نمیتونم اسم همشون رو ببرم، ولی مثلا چند تا اسم مستعار هستش، مثل به غیر از بچهای خودمون که حالا اسمشون رو نمیارم، یعنی بچهای حزب، منظورم بچهای خودمون، ببخشید، مثل عزیزی هست به نام پرژین یانکی یا فدایی وطن و همینطور خبرنگار روزنامه گاردین آقای جو. بله ایشون هم به هر حال واقعا از اون جوانان سرافراز و آزاده انگلیسی هستش که من جا داره اینجا از طرف جناب عالی تشکر کنم از ایشون. من از همه تشکر میکنم و از طرف دیگر که من کپی نامم برای شما فرستادم، خانم ملکه انگلستان، خانم کوین الیزابت دوم. بله ایشون واقعا محبت داشته و در حمایت من نامه به داستان کل انگلیس فرستاده و من را حمایت کرده و من از ایشون تشکر میکنم و به هر حال نامه به زندان فرستادن که به صورت راننده شخصی به زندان آوردن که به هر حال زندانبانان اینجا هم همه به هر حال تعجب کردن و از اون روز مرا به صورت شخص دیگری به صورت زندانی چیز نمی کنن و در حال خیلی با من رفتارشون عوض شده و کلا در اینجایی که هستم زندان اینجا، این زندان با زندانهای دیگه فرق داره. مسئولینش در حال رئیسش کلا انسانهای خوبی هستن، تمام انگلیسی هستن و بچهای خوبی هستن، در حال خیلی احترام به ما میذارم. من از طرف دیگه از تمام دوستان و هواداران حزبم تشکر میکنم و از آنهایی که در کنار من سالها
در خط مبارزاتی بودند و پس از حمله دشمنان آزادی ایران خود را از من دور نگاه داشتند و ترس از مشکل یا به هر حال یا شک و تردید فکر می‌کردند و غافل از این که در تمام کارها شریک و همرزم من بودند و می‌دونستند که من هرگز برای پول و زندگی بهتر نه خودم نه خانواده‌ام فکر نمی‌کردم. زندگی من جز مبارزه با دشمنان کشورم و مردم ایران بوده و گله من به نویسندگان و مجله‌داران روزنامه‌های فارسی زبان لندن که بیشتر مرا میشناختند و ظاهراً با رژیم مبارزه می‌کردند و ارتباط بالایی با لاویان رژیم داشتند. به هر حال هرگز دفاع از من نکردند و ترسیدم که جیره های آنها قطع شود و به هر حال آتش همیشه زیر خاکستر نمیمونه. مرگ بر دشمنان ایران و آزادی ایران. هر سوالی در حال دارید برای من بفرمایید. خواهش میکنم آقای آریا بینایی، آقای علی بفرویی عزیز، من هر دو تا اسمتون رو میگم که یواش یواش برای عزیزان جا بیفته. البته منم خواستم به شما این مژده رو بدم که منم این فامیلی رضامو تبدیل به مزدک کردم. مزدک اونطوری که در دیکشنری های خارجی اومده نماد مخالفت با رژیم و علی خامنه‌ای هستش و در ایران یه اسم ممنوعه هستش. به خاطر همین بندم اسممو گذاشتم بهزاد مزدک دوست. در خدمت آریا بینایی عزیز، این مبارز نستوف و خستگی ناپذیر هستم. عرضم به حضور شما بفرمایید اگر خاطرتون باشه در روز گذشته که صحبت‌ها به اینجا کشیده شد که شما در رابطه با دادگاه بله در واقع توضیح دادید و اینکه وقتی که شما وارد دادگاه شدید آیا آمادگی برای دادگاه داشتید یا نه؟ یعنی دادگاهی شما که شروع شد آیا شما از نظر روحی و جسمی آمادگی داشتید که این دادگاه رو برید؟ والا من الان اگر بگم ممکنه تمام شنوندگان براشون تعجب باشه که در یک کشور انگلیس، در کشوری که ادعای حقوق بشر میکنه و ادعا میکنه که دادگاه‌های انگلیس و قوانین یعنی قانون انگلیس زیر یعنی نظر به هر حال دولت هست و این قانون میگه که تمام کشورهایی که نزدیک نمیدونم 60 از کشورهایی که زیر پوشش انگلستان بوده قبلا به هر حال این قانون را در اون کشورها اجرا میکنن و خیلی از خود راضی هستن و میگن که قانون ما در دنیا یک است. اما متاسفانه در همین کشور در انگلستان من در دادگاهی که به هر حال ادعای حقوق بشر داشت من از بیمارستان آوردن با دست بسته از زندان ساعت 6 صبح برای 4 ماه یعنی 120 روز هر روز من ساعت 6 صبح تا ساعت 7 صبح اسیر بودم. یعنی از 6 صبح تا 7 بعد از ظهر. بله 6 صبح از زندان مرا می‌بردن دست بسته و با ماشینی که به هر حال ماشینای زندان می‌بردن با بدترین وضعیت که واقعا معلوم با زندانیان دیگه من فرق داشتم. پزشکای معالجتون به اصطلاح یعنی گفته بودن شما آمادگی برای دادگاهی شدن دارید یا نه؟ ندارم. یعنی از خود زندان از بیمارستان زندان مرا این 4 ماه مرا بردن. نه پزشکان معالجتون ببین مسئله قلبی مسئله روحی جسمی نه آقای بفرویی پزشکان معالج شما آیا صلاح میدونستن که شما دادگاهی بشین یا نه؟ یعنی بله مخالف این دادگاه بودن و میگفتن این دادگاه عقب بیفته و ایشون نمیتونه یعنی به قاضی گفتن که شما از نظر جسمی و روحی نمیتونید در دادگاهتون شرکت بکنید، درسته؟ بله یکی از دکترایی که در انگلستان 30 سال سابقه طب داره
در این کشور در منطقه پولدارای انگلیس در هالی استریت دفتر داره و ایشون اومد در زندان مرا دید، در دادگاه اومد و در جلوی قاضی و جوری گفت که ایشون نمیتونه این دادگاه رو ادامه بده. متوجه؟ دو تا دکتر دیگر هم همینطور. این آقای قاضی، خانم قاضی گفت که به هر حال من این دادگاه را ادامه میدم. یعنی 3 تا پزشک معالج شما خانم قاضی دادگاه شما گفتن که شما از نظر وضعیت جسمی و روحی نمیتونید در این دادگاه ها حاضر بشید، در این زمان باید زمانش عقب بیفته، اما اون خانم قاضی مخالفت کرد با عقب افتادن دادگاه شما طبق درخواست وکلای مدافعتون. بله همین. و من وقت زمانی که دادگاه را شروع کردم گفتم به نام آزادی این دادگاه را شروع میکنم، به نام دختران ایران، به نام کسانی که در دادگاه های رژیم به اعدام محکوم شدن، به نام کسانی که در زندان ها زیر شکنجه هستند، من این دادگاه را شروع میکنم و ایستاده حرف ما دفاع از خودم میکنم که این خانم گفت اگر نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه رو پای خودش وایسته، رو صندلی بشینه. واقعا در اون صورت نمیتونستم اصلا وایستا. آقای بفرویی، بله. من که شما رو در اون جریانات نمیتونستم از فاصله نزدیک در حین دادگاهی ببینم، یعنی نمیتونستم از فاصله مثلا بیشتر از 6-7 متری در کنار شما باشم. اما همسر شما که در کنار شما میشه، من یه مقدار شک کردم، یعنی دیدم که شما توی حالت عادی نیستید. بعدش که از همسر شما پرسیدم گفتش که شما چون اون موقع دارو مصرف میکردین، پزشکاتون برای شما دارو تجویز کرده بودن، اصلا نمیدونستین چی دارین میگین. من اصلا میگم پس از این دادگاه 4 ماه پس از این دادگاه به خودم داشتم میمدن که در کجا بودم. یعنی وضعیت روی من به قدری سخت بود، به قدری حملات از همه جا به طرف من شد که من خیلی قوی بودم که تونستم. ببینید من که نمیدونم، ولی همسر شما به من گفتش که به شما داروهایی رو تجویز میکردن که شما بتونین بیاین دادگاه رو برگردین. یعنی ولی ببین بالای سر من وای میسادن میگفتن این قرصا رو بخور. متوجه؟ قرصا همیشه خواب‌آور بود، مثلا تو چهره دیگه بودم، مثلا برنامه مثل معتاد بودم، مثلا یه وضعیت بدی داشتم. همون جوری هم ازتون اتفاقا عکس گرفتن که من رکوردشو گرفتم و توی وبسایت سوکا گذاشتم که شما رو مثلا از نظر وضعیت سر و ظاهر یه آدم مثلا بی سر و پایی هم جلوه بده. بله اینا به هر حال بی سر و پایی خودشون رو میرسون و به هر حال آقای خانم قاضی میگن یه حرفی میزنم فیلماشو در دادگاه شما به شما قرصایی میدادن که حالت عادی شما نداشته باشید. حتما من حالت عادی نداشتم، قرصایی که خیلی قوی بود. متوجه؟ من تعجب میکردم، من در دادگاه شما چون من اون شناختی که از شما داشتم و من میدیدم به اصطلاح اون کوبندگی که همیشه شما دارید و ندارید و من تعجب میکردم. از شما رو به دیوانه ها ببینید از زندانی بیمارستانی بردن که دیوانه ها رو اونجا میبرن. شما باورتون میشه؟ من بله شما وقت آیا از قانون حقوق بشر اینه که یه دیوانه، مثلا من دیوانه حساب میکردن اما به دادگاه هم میوردن، یه دیوانه میتونه در دادگاه از خودش دفاع کنه؟ آقای بینا، من فقط همینو به شما بگم که من یک بار که من خب میدونید زیاد نمیتونستم، چند باری بیشتر نتونستم در دادگاه شما حاضر بشم، اما تعدادی از اعضا و همینطور یاران شما به هر حال مرتب می اومدن. من یک بار که اونجا بودم دیدم یه آقایی که موهای سر کمی هم داشت و به اصطلاح حالا انگلیسی بود، تو همون بغل دست ما تو جایگاه شهود نشسته. میدونی که جایگاه شهود دست راست شما میشه. خب بعد ما شما رو میدیدیم، نیم رخ شما رو، ولی قاضی رو نمیدیدیم.
و قاضی هم ما رو نمیدید. من اونجا دیدم که این انگلیسیه با لباس شخصی، من اول فکر کردم خب مثلا یه نفر دانشجو اومده تحقیق کنه. خب میدونید در دادگاه اینجا بازه، هر کی میتونه بره بشینه تماشا کنه، که این البته برخلاف اصول. یکی دیگه از مشکلات امنیتی که اینجا درست شده اینه که در این دادگاه در رابطه با مسائل درونی حزب اتحاد ملی و همینطور پرسنل صحبت می شده و در اون دادگاه باز بوده که همه عوامل رژیم بیان اونجا بشنون و جاسوسی کنن. بله دیگه، بله. خب خبر رو ببرن که بله یعنی خیلی مثلا بله. بعدش اونجا اون آقای انگلیسی من دیدم که هی برای شما زبون در میاره، مثل این یه کمدیانی بود قبلا به نام لوی دوفونه. بله. ادای اونو هی زبون در میاره، شکلت در میاره. بعد یکی از حالا اسم نمیبرم، یکی از بچه‌ها که بغل دست من نشسته بود و یه خانم محترمی هم بود و اتفاقا بنده خدا تا اون آخرش چشم دوخته بود به شما که شما چی میگین. من برگشتم گفتم که این آقا چرا اینطوری میکنه؟ گفت این آقا هر روز میاد اینجا، وقتی که شما میرید توی اون جایگاه به اصطلاح مظنونین می ایستید، این اونجا شروع میکنه به شکلک و این ادا و اینا در آوردن که شما حواستون پرت بشه. این یکی از همون پلیسای سکاست، عصبی بشم، یکی از همون پلیسای سکاست. حتی وقتی که آقای وقتی این حرف به من زد، من به قدری از نظر درونی خشمگین شدم و برگشتم و هر کی میخواد باشه، انسان باید انسان باشه، میخواد پلیس باشه. الان ملکه این کشور در حق شما خوبی کرده، انسانیت کرده و من درود میفرستم بهش، اما من برگشتم به یه حالتی در درون چشمای اون پلیس نما نگاه کردم که این مرد اومده، این زن اونجا نشسته داره از حق و حقوق خودش با این حال مریضش، در حالی که دارو بهش دادن، در حالی که پزشکا گفتن که آقا شما نباید، به قاضی گفتن خانم قاضی نباید شرکت بکنه، انقدر بی شرافتی که تو اومدی اینجا به این میخندی، اینو مسخرش میکنی که این حواسش پرت بشه. ببین در یک دادگاهی که ببین من در زندان دارم حرف میزنم بدون که حقیقت میگم، چون حقیقت اگه میگم این صدای من دارن ضبط میکنن این پوپیستا و میگن که فردا از من شکایت میکنن. این حرفایی که میزنن تو دادگاه اینا ضبط شده، صدای من ضبط شده، بعد اون چهره افراد ضبط شده و خانم قاضی هم که به من خندیده ضبط شده. متوجهی؟ و همون دادستانم که به من انگشت کرده یه انگشت به طرف من ردیف کرد. متوجهی؟ یعنی چی؟ یه بدترین حرف، یعنی یک شخصی که ادعای چی تمدن بشری میکنه، یه ادعای دادستان یک کشور هست، همچون کاری کردن در رابطه با من. یعنی وضعیت روی من به قدری خراب شده بود که به اون خانم دادستان، یه خانمی که از طرف دادستان حمایت میکرد، گفتم شما واقعا بیشرمی، شرم نداری، حیا نداری. متوجهی؟ و واقعا بی حیا بودن، یعنی به من توهین میکردن در یک دادگاهی که در یک کشور دموکراسی هست. خانم که درس خونده، تحصیل کرده، نه مثل یه آخونده پاچاپاره که در دادگاه ایران هست. شرف اون آخونده بعض این شخص بود. متوجهی؟ یعنی ببین چطور اینا به من بی احترامی میکردن. متوجهی؟ حالا جناب آقای بفری، میدونین من یکی از دلایلی که الان عصبانی شدم چی بود؟ به خاطر اینکه دقیقاً هر زمان که شما مصاحبه میکنین فرداش دو نفر آدم غریبه میان در خونه منو میزنن و میرن. خب اینا من البته وا نمیکنم، به پلیس هم گزارش ندادم. امروز صبحم با ساعت 9 بود به پلیس هم گزارش، بعد اینکه شما خودتون میدونید اینجا وقتی میری به پلیس مسئله امنیتی تو گزارش میدی، هی هفته ای تو رو یکی دو بار انقدر میارن و میبرن تا آخر سر میشی آدم جاسوس اونا، میری طرف رژیم. بله. نه به هر حال ببین در دادگاه من حرفی که شروع کردم، منظورم اینه که از این آدم‌ها چه آقای بفرویی، شما دیروز اشاره کردید به مسجد کیلبون، درسته؟ بله.
مسجد کیلبورن و همینطور چریتی امام رضا اینا مگه چریتی ریجستر نشدن، به عنوان بنیاد خیریه خودشون رو ثبت نکردن؟ بله بله. خب مگه وقتی که اینا میرن به عنوان کامیونیتی ایرانی چریتی ریجستر میکنن، به اصطلاح ثبت نام خیریه‌ای میکنن، مگه به اصطلاح از طرف شهرداری و ریفیوجی کانسل آدرس و همینطور هوم آفیس آدرس کسایی که ایرانی هستن، چه پناهجو چه پناهنده چه به اصطلاح غیر پناهنده، به اینا داده نمیشه برای اینکه مسائل پستیشون رو انجام بدن؟ یعنی مگه الان خواهش میکنم عزیزان متاسفانه آقای جفری مجبور هستن از 20 دقیقه به 20 دقیقه رد کنن. بله. الو درود بر شما. درود بر شما. فقط من یه چیزی آقای بفری تا من یادم نرفته این چون این مسئله خیلی مهمه. بله بله. یعنی الان دقیقاً به اصطلاح وزارت اطلاعات رژیم مستقر در انگلستان که در همین مسجد کیلبورن و چریتی امام رضا و این جور جاها به اصطلاح کار میکنن، اینا دقیقاً آدرس خونه من و آدرس خونه شما رو و همه اسم و دیتیل ماها رو میدونن. درسته قربان؟ میدونن. من فقط این رو در پشت این تریبون اعلام میکنم که این کاراشونو بذارن کنار، در خونه من نیان. در خونه من نیان. اگر بخوام وارد خونه من بشن در حمایت از حریم شخصی خودم ممکنه براشون مشکلی پیش بیارم. اینم بگم که با هیچ کسی بنده مشکل شخصی ندارم و مطمئن هستم که آقای بفرویی حتی با اون پلیس هایی که آقای بفرویی شما مشکل شخصی دارین، یعنی کینه و نفرتی پیدا کردیم بر علیه اون پلیس هایی که به خونه شما ریختن. نه من دفاع میکنم از مسائل برای اینکه من در طول همکاری که با جناب والی داشتم هرگز من از شما ندیدم که کسی کینه و کدورت شخصی داشته باشید و هر کس اگر جنایتی نکرده خلافی نکرده که قانون باید بهش رسیدگی بکنه کارش مربوط به شما بوده یه آپولوژایز یا یه تقاضای بخشش کرده و شما بخشیده. من باید و اگر هر موقع که از این کشور از اینجا بیرون بیام اولین کار من هست که دفاع کنم از حق و حقوق خودم و اتهاماتی که به من زده شده و جنایتی که این افراد پلیس به من کردن، توهین هایی که افراد پلیس به من کردن و نجات پرستی که اینا انجام دادن، من جلوی این کار را باید بگیرم و از پلیس انگلستان تقاضا میکنم که در این راه همکاری کنن با من که این افراد کثیف را از گارد پلیس از اداره پلیس پاکسازی بکنن. اینا من دنبال میکنم و تا رسیدن موفق نشم این کار نمیذارم کنار. یعنی به هر جایی که برسه به هر مقامی برسه شکایت میکنم. به هر حال در جریان این که مهم هست در دادگاه شروع دادگاه اولین آقای بفرویی قبل از اینکه به دادگاه بپردازیم چون جریان مرتبط هستش شما مثل این که گفتید که روزنامه های رژیم اونجا وارد زندان میشه و به شما میدن. اینا از کجا میدونن؟ اینا از کجا میدونن که مثلا مسجد کیلبورن و چریتی امام رضا از کجا میدونه که شما در کدوم زندان هستین به آدرستون؟ به هر حال اینا راه را پیدا کردن کجا هست نمیدونم. اولین هر روز یعنی روزنامه که تهران چاپ میشه یا نمیدونم در لندن چاپ میشه کجاست هر روز به دست من میرسه. یعنی هر هفته 3 تا روزنامه اطلاعات به دست من میرسه. متوجه؟ هنوز من هیچ چیزی نگفتم. گفتم بذار برای من بفرستن. متوجه؟ مشکلی نیست. اما یعنی ببین اینه که این میشه اسم روزنامه ها رو بگین؟ بله روزنامه اطلاعات چاپ ایران. چاپ ایران بله. یعنی میاد مسجد کیلبورن بله اونجا آدرس شما رو آدرس همه ایرانی ها رو دارن میفرستن بله به
دفتر دست من برسه. من واقعا برام تعجب بود که چطور این به هر حال امنیتیه که سوکا برای پناهنده‌های ایرانی، سوکای سابق تولید کرد. ببین شما حالا راجع به پناهندگان صحبت کردین. در دادگاه وقتی که من صحبت می‌کردم این خانم قاضی گفت شما 30 سال در حمایت پناهنده‌های ایرانی بودی. خب آیا حمایت پناهنده مگه جرم در این کشور؟ من هر کاری کردم طبق مقررات و دایره قانون این کشور. یعنی باید فردا ببخشید فیجی کانسل تو بریکسون لندن و سایر کشورها اونها ببندن. بله ببندن. من دادگاهی بشن دیگه اینطوری که خانم قاضی می‌فرماید. بله من گفتم بله من 30 سال در حمایت از پناهندگان ایرانی بودم که از جور و ظلم ستم جمهوری اسلامی فرار کردن و به این کشور یا کشورهای اروپایی اومدن و در کمپ‌های پناهندگی به صورت بد، یعنی رفتار بد متوجه دارن زندگی میکنن. در کجا؟ در هلند، در آلمان، در همین انگلستان، در کانادا، در استرالیا که در وضع بدی در کمپ ها وحشتناک است زندگی دارن میکنن. ایرانی هستن، ایرانیایی که میگن که از حقوق بشر که هیچی در ایران حمایت نشده و جمهوری اسلامی متهم هست به کشتار جوانان ما، کشتار زنان ما، اما دفاع ازشون نمیشه. اما فردی که از ایران فرار میکنه به خارج از کشور و میخواد نجات پیدا کنه از این رژیم و به آزادی برسه، در کمپ های پناهندگی باید زندان بشه. در افرادی هستن که در زندان وانسفورد انگلیس 9 ماه یک پناهنده سیاسی که شکنجه شده 9 ماه در زندان نگه داشتن. چرا تو با پاسپورت غیر قانونی وارد این کشور شدی؟ آقای مسئول، این شخص تقاضای پناهندگی کرده در این کشور، ارائه داده مدرکش، گفته آقا من با این مدرک از ایران خارج شدم، فرار کردم، جونمو نجات دادم. آیا اینو باید تو زندان بندازن؟ زندان وانسورت انگلستان. بله انگلستان. من اسمای افراد دارم همه. ببین اگر بخوام کتاب بنویسم و می‌نویسم 1000 صفحه کتاب در همین رابطه. آقای آریابی پرانتز به من بدین، من یه شهادتی هم لازم هستش اینجا از نظر انسانی و اخلاقی بدم اگر اجازه میدید. ببینید من خاطرم هستش که اولا در رابطه با اون ایرانی که لبشو دوخته بود، شما خودت با ماشین بدون این که اصلا برات سودی داشته باشه از نظر که رفتی بهش کمک کردی، با اونا حالا من کاری ندارم. اما اون چیزی که خود من در جریانش بودم و کانال خود من گذاشت، اگر من جرم کردم بیاید اگر من هم به اصطلاح این کار من هم جرم بوده، من خواهش میکنم از اون خانم قاضی که دستور بدن اون پلیسای سابق بیام بندرم دستگیر کنم، به خاطر اینکه به بندرم سعی کردم مثل شما به پناهنده‌ها کمک کنم. شما خودتون در جریان هستین که وقتی که من موفق شدم فرار کنم به کشور انگلستان، به هر حال شما دوست داشتین یه سرویسایی رو به من بدین، اما من گفتم که من دوست دارم که به هر حال روی پای خودم بایستم در این کشور و منو تقسیم کردم به بیرمنگام، با وجود اینکه خیلی شما به اصطلاح دوست داشتید که من در لندن باشم. اما من گفتم من میرم برمینگام به خاطر اینکه اسم اونجا رو گذاشتن لیانگ شامپو و شما میدونستین که لونه زنبور بود و تمام عوامل رژیم و فائزه هاشمی رفسنجانی اینها تعداد 1000 نفر دانشجو نما و اینا این شهر رو غرق کرده بودن. بله. و پناهنده‌های این شهر به اصطلاح اسیر بودن. من اومدم اینجا و یه سازمان پناهجویی ما درست کردیم به نام انجمن سیاسی ایرانیان پناهنده، انجمن سیاسی پناهندگان ایرانی شاخه به اصطلاح بیرمنگام. و چهره خودتون دیگه در جریان هستید دیگه، از سال 2004 که من وارد بیرمنگام شدم در سال 2007 چهره لیانگ شامپو عوض شد. یعنی تمام تظاهرات اعتراضی که من در اینجا جا داره از شما تشکر کنم، پرچم‌های زیادی رو شما
هدیه دادین، تیشرت های زیادی رو هدیه دادین، امکانات مالی و رسانه‌ای بیشماری رو در اختیار بچه‌های پناهنده بی‌پناه، پناهجویان بی‌پناه اینجا گذاشتین که بر علیه رژیم تظاهرات و اعتراضات و همینطور صفبندی خودشون رو، تشکلات خودشون رو داشته باشن. در این اثنای در بچه‌هایی بودن که پناهجویانی بودن که چند سال زحمت کشیدن و من متوجه شدم که اینا افراد پناهجویان به اصطلاح فقیری هستن که حتی قادر نیستن که شهریه سالانه کارت‌های عضویتشون رو که پرداخت بکنن. من اینها رو به شما معرفی کردم چون شما میدونین همه این حزب‌ها و گروه‌های سیاسی که در کشور انگلستان هستن اینا همشون برای جنگ با پول خیلیاشون کار میکنن و تنها حزب سیاسی، سازمان سیاسی که کمک میداد، کمک خیریه میداد به پناهجویان واقعی و درمانده مخالف رژیم فقط همین سازمان جبهه اتحاد ملی میهنی و حزب اتحاد ملی ایران بود. و من در حدود 20 نفر از بچه‌ها رو به شما معرفی کردم که اینا حتی کارت شهر، یعنی کارت عضویت سالانه شون هم نداشتن به شما بدن، ولی آدمای مبارزی بودن و شما قبول زحمت کردید، عضویت اینا رو قبول کردید و در دادگاه ها اومدید شهادت دادید. فعالیت هایی که این افراد در بیرمنگام و لندن داشتن، به اتفاق حتی ما به تظاهرات های لندن از چتم هاوس گرفته جلوی چتم هاوس جاهای دیگه می اومدید و من اونجا شاهد بودم که شما به حدود 20 نفر از عزیزان ایرانیان درمانده‌ای که پناهجویان بی‌پناهی که در بیرمنگام اسیر لابی رژیم شده بودن، شما در واقع کمک کردید و من اینها رو معرفی کردم به شما بدون اینکه به اصطلاح ذره مسائل مادی و اینها باشه و شما همه این کارها رو براشون رایگان انجام دادید. و اگر بنده هم جرم انجام دادم خواهش میکنم سکای سابق بیاد منو بگیره ببره پیش جلوی همون خانم قاضی که بنده اونجا تقاضای رسیدگی به پرونده های ریفیوجی کنسل و صدها نهادی که در انگلستان دارن از دولت پول میگیرن به پناهنده کمک بکنن رو انجام بدیم. نمیتونن. ببین یه مسئله مهمی که در دادگاه علیه من مثلا مدرک داشتن که هیچ مدرکی نتونستم پیدا کنم. یه مدرکی که داشتن، یه نامه‌ای که من نامه نوشتم یه خانم ایرانی و یه بچه‌ای که زمستان سرد بدون خونه و زندگی بوده، نامه دادم برای این شخص که بتونه بره یعنی دفتر املاک خونه اجاره میده بره اونجا و این نامه را ارائه بده که این تشکیلات سیاسی یا تشکیلات چریتی اگر من اجاره پرداخت نکردم اینها مسئولن که اجاره ایشونو بدم. و من نوشته بودم که این خانم از همه رقم ما حمایت میکنیم، اگر نتونست اجارهشو پرداخت کنه من وظیفم هست که این اجاره ماهیانه ایشونو بپردازم. تعهد کردم، یعنی رفرنس دادم به این خانم که تونسته خونه بگیره و چند تا از افراد دیگه که همینطور آواره بودن تونستن خونه بگیرن. متوجه این جرم من، این جرمه در قانون این کشور من فکر نکنم جرم باشه اصلا به این صورت. یعنی شما یک شخصی رو کمک کنید بتونه بگیره، از اجاره بکنه خونه ها، نه که از دولت خونه بگیره، اجاره بکنه. چون صاحب خونه یعنی باید یکی معرفی کنه. یعنی من معرفی نامه دادم به این شخص تونسته خونه اجاره بکنه. متوجهی؟ آقای بفروی همین که وزارت کشور انگلستان هوم آفیس که درگیر کارهای پناهندگی و پناهجویی هوم آفیس دیگه، وزارت کشور دیگه، دادگاه انگلیس فقط میان در بخش ایمیگریشن دادگاهی میکنن، اصلا ربطی به اصطلاح کران کورت نداره. میدونید که وقتی که هوم آفیس وزارت کشور میاد میگه که من علیه این آقا شکایتی ندارم و همه کاراش درست بوده، یعنی تمام فعالیت‌های سیاسی و پناهجویی شما عطف قوانین اداره ایمیگریشن، اداره مهاجرت وزارت کشور بریتانیا بوده.
نماینده خود امیگریشن اومد در دادگاه، آوردن در دادگاه که علیه من نماینده اداره مهاجرت وزارت کشور بریتانیا. آره ایشون این آقا گفتن که بله ما این شخص نزدیک 15 سال ارتباط داره با این تشکیلات امیگریشن و میشناسیم و هیچ گونه مدرکی یا اعلام جرمی علیه ایشون نبوده و کار ایشون درست بوده و این تشکیلات سیاسی هم به نام جبهه اتحاد ملی را میشناسیم، این حزب اتحاد ملی را شناسایی کردیم و میشناسیم و کتباً به اینا نامه دادن. متوجه آقای لورد تامس این حرفا زد، این از چیز برای قاضی این مسئله را اون نامه را خوند که آقا این خانم این قاضی از اداره مهاجرت این نامه به ما دادن که کپیش من دارم که بعدها در روزنامه بامداد ایران چاپ خواهد شد، همه این مدارک. متوجه؟ اما مسئله مهمی که من در زندان الان هستم، این خانم دوست داشت که به هر حال از قبل آماده کرده بودن که به من مدت 9 سال زندانی بدن و دادن که صدای ما را خفه کنن، اما غافل از اینند که صدای من هیچ وقت خفه نشد. الان چقدرش گذشته از اون 9 سال؟ الان 2 سال و 3 ماه گذشته. آقای دفری با توجه به این که من اپیل کردم، تقاضا فرجام کردم و همینطور منتظر فرجام هستم که تا ببینم چه. خب آقای دفری آیا فکر میکنید که در این ارتباط امیدوارم که اپیل و تقاضای فرجامتون با موفقیت روبرو بشه؟ به هر حال من میتونم بگم که تنها کسانی که صدای زندانیان سیاسی رو، صدای ملت ایران رو به گوش به اصطلاح جهانیان رسوندن، من منظورم در داخل خاک انگلیس ها، با خارج از خاک انگلیس کاری ندارم، به صورت کاملا سیاسی و ملی میهنی جناب عالی و یاران شما بودن که بدون اینکه گرایش سیاسی به شخص خاصی شما داشته باشین، یعنی مثلا بگید که ما نمیدونم مثلا چپی هستیم، راستی هستیم، نمیدونم بالا هستیم، پایین هستیم، فقط گفتید که به اصطلاح ما جبهه اتحاد هستیم، همه اونهایی که با رژیم مخالفن و خودشونو ایرانی میدونن میتونن ما با هم دیگه در یک صف باشیم، هیچ وقت به اصطلاح جبهه اتحاد و حزب اتحاد ملی رو نبردیم به اون سمتی که جناحی بخواد کار بکنه، به صورت مام میهن یا ملکه کندوی زنبور عسل عمل کرد و من از این جهت خیلی از شما تشکر میکنم و سپاسگزارم. من فقط خودم شاهد بودم که در یکی از جشن‌های شب یلدا که توسط حزب صورت گرفت و شما مثل اینکه کسالتی داشتیم و متاسفانه نتونستیم در جمع ما حاضر بشین در سال 2010. اون موقع به اصطلاح خب همین عوامل سوکا عوامل رژیم، به اصطلاح عوامل رژیم، پلیس انگلیس و پلیس مخفی انگلیس و یا دادگاه‌های انگلیس رو که نخریده بودن، به اصطلاح از طرف همین عوامل خودی عمل می‌کردن. من خاطرم هست شما یه نقشه در رابطه با خطر تجزیه ایران چاپ کرده بودین و اینها اومده بودن این نقشه رو تغییر داده بودن و عرضم به حضور شما اومدن در جلسه جشن شب یلدا به اسم نمیدونم حمایت از یک فرد خاص، یک جناح خاص، خواستن اون جشن رو به هم بزنن. 10 نفر آدم بی تربیت، من واقعا بی تربیت نمیدونم چه لغتی رو براشون بکار ببرم، واقعا آدمای بی تربیت که حالا گروه لیاقت این که گروه فشارم باشن رو ندارن در جشنی که زن و بچه مردم اونجا هستش، بچهای کوچیک اومدن، اینا اومدن اونجا. بله به همین روش آدمای ورزن بوزر شما لباس شخصی و اینها که جشن رو به هم بزنن و عجیب خائن هستش و وطن فروشه و از این صحبت ها که اونجا با هوشیاری ما میدونستیم اینا اومدن اونجا به خاطر اینکه درگیری درست بکنن و اینها رو به هر حال با هوشیاری به گارد اون منطقه تحویل دادیم و به اصطلاح از جلسه خارجشون کردن. منظورم اینه که حملاتی که به جناب عالی شده فقط به اون 5 تا موردی که دیروز اشاره کردین نیست. من حتی خاطرم هستش که در همون سالی که شما گفتین
که نامه های تهدیدآمیز براتون میفرستادن. در تظاهرات پلیس اسکاتلند یارد به شما یه قبض سلاح کمری تحویل میداد. ببین یه چیزی بهت بگم، در مسئله فقط که انگلیس نبود، در ترکیه بود که ریختن تو هتل من حدود 10 سال پیش بود، زمانی که نمیدونم زمان چه سالی بود، در زمانی بود که انتخابات خاتمی بود. یه مجله‌ای که ما چاپ کردیم، یه 2000 تا مجله‌اش در ترکیه پخش شد که پلیس ریختن، خیلی با بی‌احترامی منو دیپورت کردن از ترکیه به لندن. یکی این بود. یکی که در تظاهراتی که در قبرس انجام شده بود، تقریبا 200 نفر از بچه‌های ایرانی جلوی سفارت ایران در قبرس که اون براشون خیلی سخت بود که در قبرس به این صورت تظاهرات انجام بدن و افشاگری بکنن. من وارد قبرس شدم، یک کشوری که ادعای دموکراسی داره، مثلا با پاس انگلیس من وارد شدم، اینا منو برگردوندن به لندن، گفتن شما فعالیت سیاسی داری برگرد و میدونم متوجه جلوی تظاهرات ما بعداً گرفتن. خیلی مسائل دیگر هست که در این وقت به هر حال نیست، فکر کنم 3 دقیقه دیگه تلفن میشه. به هر حال خیلی مسائل هست که بعدها خواهم گفت. به هر حال آقای بفرویی، شما و همینطور همسرتون و دفتر مرکزی حزب و یه سری از اعضا در داخل و خارج در واقع قربانی تأسیس شورای موقت دولت در حال ممکنه قطع بشه. شورای دولت موقت در تبعید ایران شدن. مرسی، تشکر میکنم از شما و تمام شنوندگان عزیز. خواهش میکنم. خدا نگهدار. جناب آقای بفرویی، با درود مجدد خدمت شما. سلامت. یه مقدار اگه میشه بلندتر صحبت. با درود بر شما عزیزم. خواهش میکنم. عرضم به حضور جناب عالی که آخرین سوالی که امروز من فراموش کردم از حضور جناب عالی بپرسم در رابطه با اوکراین بود. بله. اوکراین همونطوری که میدونید یه دونه دولت موقت حالا تشکیل شد اینجا، خب و غرب هم اتحادیه اروپا و آمریکا و بریتانیا همه اینا به رسمیت شناختن و سوابق اون دولت در تبعید اوکراین که اینجا بود خیلی از سوابق حزبی جبهه اتحاد و همینطور حزب اتحاد ملی و اینها کمتر بود. اصلا سابقه ای نداشت. سابقه ای نداشت و به صورت ارگانیک یعنی سازماندهی شده به صورت عمل نکردن و همینطور هیچ گونه نامه‌نگار یعنی فرصتی نداشتن برای اینکه کارهای ما رو انجام بدن، نامه‌نگاری ارگانیک به اصطلاح حزب اتحاد ملی انجام بشه. میخواستم نظر شما رو در این رابطه جویا بشم که اگر تشکیل در واقع حزب به اصطلاح دولت موقت در تبعید از نظر اتحادیه اروپا و همینطور پارلمان بریتانیا خلاف در کشورهای مثلا بریتانیا، چرا اینو قبلا اعلام نکردن؟ اگر ببخشید معذرت میخوام، اگر آزاد هست چرا به جای دادن جواب آری یا نه در واقع به شما حمله شده، بازداشتتون کردن و به حزب حمله شده، به دفتر حزب حمله شده، همه اسناد ما رو به هم ریختن که ببینن که البته من خیلی به تیزهوشی شما آقای بفرویی آفرین و احسن میگم که دست به اصطلاح خودتون و برای بچه‌ها رو همه رو یه دفعه رو نکردیم و به صورت تست و آزمایش کسانی رو که به اصطلاح جلو فرستاده بودین اینا گرفتم و اون افراد اصلی که نامزد شده بودن که از داخل ایران بیان و در واقع دولت موقت در تبعید رو در خارج از کشور تشکیل بدن، این افراد شناسایی نشدن و من به این تیزهوشی شما جا داره که آفرین بگم. ببین این تمام سازمان‌های سیاسیشون، تمام سازمان‌های اطلاعاتیشون، موساد و نمیدونم CIA هم باشه نمیتونن اطلاعاتی از این سازمان بگیرن. متوجه؟ اطلاعات سازمان هر چی گرفتن سوخته
بوده، به جز تعدادی از افرادی بوده که دانشجوهایی بوده که در انگلستان درس میخوانن، در دانشگاه درس میخوانن و ارتباط متاسفانه به ایران هم رفت آمد میکردن. اینا را کنترل کردن که رفت آمدی با دفتر داشتن یا با من داشتن، اینا را لو دادن. فقط این، اما در داخل ایران هیچ گونه نتونستن اطلاعاتی از این حزب بگیرن که از کجا ما یعنی فعالیت میکنیم، از کجا ارتباط داریم، با کی ارتباط داریم. اینها خیلی کوچکتر از اون هستن که بتونن اطلاعات یک سازمان سیاسی که با یک رژیم تروریستی آقای بفری منظورت از اینها چه کسانی هستن؟ مردم انگلیس هستن یا منظورتون چه کسانی؟ مردم انگلیس این لاویان رژیم جمهوری اسلامی هستن. اون افرادی هستن مثل جک استرو، یکی شخصی که میگن قانونا میگن این شخص لاوی دولت ایران است، جمهوری اسلامی است و همینطور از سال 2000 به بعد هر روز، هر ماه، 2 ماه یه دفعه، 3 ماه یه دفعه با ایران رفت آمد میکنه و اون کثافت آقای روحانی، حسن روحانی رفت آمد میکنه با انگلستان رفت آمد. عامل کشتار دانشجوهای ایرانی. بله حسن روحانی. آقای بفری ببخشید به خاطر اینکه وقت کمه البته خیلی تشکر میکنم که و فقط من میخواستم راجع به این چیزی که سوالی که از من کردید، ببینید دولت‌های خارجی، دولت‌های اروپایی، این دولت‌هایی که به عنوان دولت‌های بزرگ هستند در دنیا، این آقایون، این سران این دولت‌ها هر چی که دوست دارن، یعنی هر چی که بهشون دستور میدن، سرمایه‌دارا بهشون دستور میدن، اون رو عمل میکنن. دولت موقت که ما تشکیل دادیم برای جانشینی جمهوری اسلامی، متوجه این دولت‌ها که به تمام سران کشورها نامه‌نگاری کردیم، به سران تمام مراکز پارلمان‌های اروپا، پارلمان‌های کشورهای اروپایی نامه‌نگاری کردیم. نزدیک 1800 نامه به تمام این پارلمان‌های، به نماینده‌های مجلس انگلستان و اروپا و آمریکا و فرانسه و کشورهای دیگه، آلمان فرستادیم. متأسفانه یعنی آقای بفری شما فکر می‌کنید که لابی جک استرا و رژیم رو به سقوط جمهوری اسلامی فکر می‌کردن که با یورش به دفتر و بررسی اسناد اون کسانی که از ایران قرار بود به صورت مخفی به کشورهای دیگه بیان و دولت در تبعید رو تشکیل بدن، میتونن آمار اونها رو هم پیدا بکنن و توسط واباک در داخل این افراد این مبارزین بازداشت بشن. نمیدونن که در چند تا از دانشگاه‌های تهران با ما همکاری دارن. اصفهان، دانشگاه جندی شاپور، دانشگاه تهران، دانشگاه کرج، دانشگاه همدان، هر تمام شهرها، تمام ارتباطات من 16 سال مبارزه کردم، 16 سال با تمام دانشگاه‌ها ارتباط برقرار کردم. متوجه با 16,000 ایرانی در خارج از کشور من ارتباط دارم، ارتباط آدرس و تلفنی داشتم. چطور میتونن اینا میتونن که منو نابود بکنن؟ به هر حال درود بر شما. به هر حال ببین اینو می‌خواستم بگم که دولتی که تشکیل شده در آلمان، دولت موقت برای اوکراین، اینا دست نشانده خودشون هستن، خودشون هر چی میخوان انجام میدن. اما دولتی که به هر حال از طرف مردم و بچه‌های داخل ایران سپورت میشه، حمایت میشه و از اینا کمک خواستیم، از اینا خواهش کردیم که شما که درباره حقوق بشر حمایت میکنید، شما درباره حقوق بشر حرف میزنید، پس برای این دولت موقت که ما تشکیل دادیم کمک کنید، به ما کمک کنید ما تا خودمون ایران رو آزاد کنیم. متوجه؟ آقای بفری من فقط همینو به شما بگم که دولت موقت اوکراین گارد ملی هم تشکیل داده و از آمریکا و انگلیس خواسته که در مقابل تجاوزات روسیه از این گارد، یعنی ببینید چه امکاناتی بهشون دادن که گارد ملی هم در واقع بهشون اجازه داده شده که اینها حتی گارد ملی هم تأسیس بکنن. و آقای بفری از یه طرف دیگه به هر حال من از شما تشکر میکنم که در تستی که انجام شد به هر حال مشخص شد که در واقع طرف حساب ما در حال حاضر دولت انگلستان نیستش و یه دولت سایه دیگه هستش که حالا من هدفم این نیستش که به ته اونجا برسیم، ما فقط میخوایم شناسایی بکنیم برای هدفمون که نجات ایران و دوستی بین دو ملت و ملت هاست. اما سوال بعدی در
در ارتباط با وحشت اتحاد دو ملت ایران و بریتانیا هستش توسط لابی جک استراو و رژیم، به خاطر اینکه به محض اینکه اینها ریاکشن نشون دادن در ایران و برداشتن عکس ملکه انگلستان رو برعکس گرفتن نسبت به واکنشی که در مجلات و همینطور تظاهرات حزب اتحاد ملی انجام شد، ما دیدیم که شما بلافاصله بعد از اشغال سفارت، بعد از مشورت هایی که داشتید، صحبت هایی که داشتید، اومدید اعلام اتحاد کردید با بریتانیا بر علیه رژیم و جشن اتحاد گرفتید و به محض اینکه جشن اتحاد رو گرفتید و گفتید که علیه بشیم با هم دیگه بر علیه رژیم، با هم دیگه ورد کار بکنیم، دقیقاً در همون لحظه به دفتر حمله کردن. میخواستم به جناب عالی میخواستم بدونم که وحشت به اصطلاح این لابی رژیم در بریتانیا از اتحاد بین دو ملت ایران و بریتانیا بر علیه رژیم چی هستش و ما چطوری میتونیم این مانع رو پشت سر بگذاریم و دستمون برسه به دست مردم انگلستان و همینطور مسئولینی که بریتانیایی هستن و بریتانیا رو و دوست دارن و خواهان اتحاد با مردم ایران. مطمئنم که دیوید کامرون یکی از افرادی است که بعد از چرچیل یک نخست وزیر واقعا کاردان و با تخصصی هست و تونست تمام خساراتی که حزب کارگر به این کشور وارد کرده بود، این کشور رو به ورشکستگی انداخته بود، همه رو بازسازی کرد و این شخص میتونه یک حامی ما باشه در این جریانات و به زودی زود من ارتباطات خوبی پیدا کردم و حرفا و کارهای ما رو ایشون در نظر دارن و به زودی زود مشخص میشه این مسائل و ما از ایشون خواستارم که این تحقیقات رو هر چه سریعتر انجام بده و به هر حال این آقایون لابیان رژیم و اونایی که به هر حال در این افتضاح شریک هستن به دادگاه بکشونه. منظور من اینه که آقای بفروید دایجان ناپل اونها همون آقای جک استراو هستش، حسن روحانی هستش، علی خامنه‌ای هستش، رفسنجانی هستش و شرکای اونها در انگلستان هستن که به خاطر منافع شخصی خودشون امنیت ملی و آینده ایران و بریتانیا رو میخوان تباه کنن. بله و ببین باید بدونن که دشمن سرسخت مردم ایران و کشور ما ایران و بریتانیا ببخشید همین ها هستن که نمیگذارن دست دوتا ملت به هم دیگه برسه. بله بله بله. من درود میفرستم به شما و زنده باد ایران و پاینده باد دوستی ایران و بریتانیا. منم به تیسوشی جناب عالی تبریک عرض میکنم و مطمئن هستم که در روزهای آینده جناب عالی رو در بیرون و مشغول خدمتگزاری برای راه انداختن امانتی که در دستان شما و یاران قرار گرفته و اون هم چیزی نیست جز شورای هماهنگی دولت موقت در تبعید خواهیم دید و این رژیم رفتنی هستش و باید بره و به جاش یک رژیم سکولار و دموکراتیک اونطور که در مردم میخوان و در منشور و مرامنامه و اساسنامه حزب و همینطور در بیانیه های شورای هماهنگی دولت موقت در تبعید اومده، نمایندگان مردم در واقع جایگزین این رژیم پوشالی و برآمده از جک استراف‌ها و اربابان وطن فروشش هست که ایران و بریتانیا رو ببخشید همین آقا به یه دانه جو میفروشه. بله جک استراف و تونی بلر فرق نمی‌کنه، دوتاشون یکی هستن، اینا دوتاشون وطن فروشن، یعنی برای آینده این کشور فکر نمی‌کنن، فقط برای پولشون برای جیبشون. متوجه شدید؟ بله بله. کسی که واقعا برای آینده این کشور، برای مردم این کشور در فعالیت میکنه و واقعا وطن پرست دیوید کامرون هست که با هوشیاری و تیزهوشی خودش مثل چرچیل مقاومت کرد و تونست
کشور رو دوباره به سیستم اصلی برگردونه و انشالله که به زودی زود ما هم کشور اون رو از دست این جنایتکاران آزاد میکنیم و مردم ما از شر اینا راحت. منم اجازه بدید از آنالیز و کاتالیز جناب عالی تشکر بکنم از راه حل هایی که ارائه میکنید و پل های ارتباطی که بین دو تا کشور برقرار میکنید. پاینده ایران و ایرانی، پاینده دبیر کل حزب اتحاد ملی ایران آقای بفرویی عزیز، یار و یاور زندانیان سیاسی که امروز خودش در زندان هستش و مطمئن باشید که همیشه در کنار شما بزرگوار، شما کسی که عمر خودتون رو، جوانی خودتون رو، ثروت و سرمایه خودتون رو برای براندازی رژیم توسط ملت و انتقال قدرت به ملت گذاشتید رو اونطوری که در خور و شایسته جناب عالی است از ایران دوستان و ملی میهنی ها جواب خواهید گرفت و من مطمئن هستم که این روزها سپری خواهد شد و همه با هم با پرواز آزادی به میدان آزادی برای اون جشنی که امروز فرمودید پرواز خواهیم کرد، پروازی به سوی آزادی با همه یاران ملت بزرگ ایران در تبعید. متشکرم. خدا نگهدار شما باشه. واقعا آدم دلش نمیاد از دوستان و یاران خداحافظی کنه. عزیزان تا درودی دیگر. طاقت بیار میشه شنید خندیدن دلخواه رو، تو زنده میمونی رفیق. طاقت بیار این راه رو، طوفانو پشت سر بذار، اون سمت ما آبادیه، این زمزمه تو گوشمه، فردا پر از آزادیه. طاقت بیار رفیق، دنیا تو مشت ماست. طاقت بیار رفیق، خورشید پشت ماست. طاقت بیار رفیق، ما هر دو بی کسیم. طاقت بیار رفیق، داریم میرسیم. دنیا اگه تاریک شد، دستای فانوسو بگیر. با من بیا، با من بیا، چیزی نمونده از مسیر. سرما و سوز برف رو آهسته پشت سر بذار. امروز وقت خواب نیست، ما با همین طاقت بیار. طاقت بیار رفیق، دنیا تو مشت ماست. طاقت بیار رفیق، خورشید پشت ماست. طاقت بیار رفیق، ما هر دو بی کسیم. طاقت بیار رفیق، داریم میرسیم. طاقت بیار
شما و با درود به روان جانباختگان راه آزادی ایران و درود به خانواده های آنها و آنهایی که هنوز پشت میله های زندان های رژیم زیر شکنجه های جنایتکاران رژیم به سر میبرند و درود به زنان و مردان قهرمان ایران. سال نو را به شما ایرانیان عزیز در سرتاسر سرزمین ایران، سرزمین پهناور ایران و سرتاسر دنیا تبریک میگم و امیدوارم که همانطوری که پدران و مادران ما با گذشت سالهای سال مراسمهای نوروزی و رسومات و فرهنگ و زبان پارسی را حفظ کردند و در مقابل حملات و کشتار مغول‌ها و عرب‌ها که خواستند فرهنگ و آداب و نژاد ایرانی را نابود کنند مقابله کردند. شما فرزندان ایران مثل هر سال قوی‌تر و باشکوه‌تر مراسم‌ها را برگزار کنید و هرگز از ضحاکان زمان که به نام مذهب و خدا بر شما حکومت می‌کنند نهراسید و با اتحاد و همبستگی مشت محکم و مشت آهنین خود را بر سر ضحاکان زمان فرود آورید. امسال مراسم چهارشنبه سوری را با اتحاد بیشتر همراه با شادی و صدای رسای آزادی با سرود ایران به رقص و پایکوبی بپردازید و نگذارید شیاطین و جنایتکاران مزدور و مزدوران رژیم به صفوف اتحاد شما وارد شوند و شادی شما را به آشوب بکشانند. فراموش نشود مبارزه شما با شیطان‌هایی است که به نام خدا و دین خدا مردم را به خاک و خون می‌کشند. با اعتیاد هرچه بیشتر هر طوری که صلاح خودتان است با این رژیم مبارزه کنید و شما با قلم‌ها و زبان‌هایتان رژیم فساد و شیطان را افشا کنید. دانشگاه‌ها و مدارس عالی و معلمان و کارمندان وظیفه دارند دست از کار بکشند و رژیم را به زانو درآورند. شما باید هرچه زودتر سرنوشت خود را به دست بگیرید. ما خواستار ایران آزاد و با فرهنگ و زبان پارسی و صلح پایدار در کنار همسایگان ایران و ملت‌های جهان هستیم. نه فلسطین، نه سوریه، نه عراق، نه دیگر. زنده باد ایران. این پیام من به ملت ایران و جوانان ایران است. درود به شما. تشکر میکنم آقای بفروی از این پیام نوروزی بسیار بسیار رسایی که اعلام کردید. بنده هم اجازه میخوام پیشاپیش سال نو رو خدمت شما عزیزان، شما نازنین، همینطور یاران و خانواده محترمتون تبریک بگم و امیدوارم که سال جدید سال پیروزی و همینطور آزادی زندانیان سیاسی و از جمله جناب عالی باشه. Bye.
ایران جشن گلا ز نو برپا شد. نوروز آمد هم خنده وی هم نغمه نی گوید که چه پیروز آمد. پیروز آمد جانانه من در خانه من فرخنده چو نوروز آمد. ای گل از گلا تازه ترین در صحنه چمن بس جلوه گری داری. با خاره گل که هم نفسی چون بوی گلی در سینه گل جا داری. جهان زیبا شد بلبل چمن آرا شد. در ایران جشن گلها ز نو برپا شد. هم دردی و هم درمانی هم وصلی و هم هجرانی عشق و امید دل جانی. دل مهر و وفا میخواهد دیوانه چه ها میخواهد دردم را دانم که ندانی. جهان زیبا شد بلبل چمن آرا شد. در ایران جشن گلها ز نو برپا شد. گل می را با هم من از تو گل می خواهم گیراتر از خواب بهاری. دل در تو وفا می جوید غافل که خطا می جوید می خواهد آن را که نداری. بردی تو صفای گلا بازم که به پای گلا سر در دامانم بگذارم. سیر چمن از سر گیرم باروی تو ساغر گیرم رویت باشد صبح بهارم. جهان زیبا شد بلبل چمن آرا شد. در ایران جشن گلها ز نو برپا شد. نوروز آمد هم خنده وی هم نغمه نی گوید که چه پیروز آمد. پیروز آمد جانانه من در خانه من فرخنده چو نوروز آمد. جهان زیبا شد بلبل چمن آرا شد. در ایران جشن گلها ز نو برپا شد. جهان زیبا شد بلبل چمن آرا شد. در ایران جشن گلها